زیبا مسعود اثنای زیارت از زادگاه شهر پشاور پاکستان برای سگ‌ها پناهگاه تشکیل کرد. این زنی آمریکایی بعد 40 سال زندگی در کالیفرنیا برای نگاهوبینی مادر بیمارش به پاکستان آمد. پدرم همین جا را به من داد که کار را سر کرده توانم. او صدها سگ بیمار و گرسنه را دیده اولین پناهگاه برای سگ‌ها را در شمال پاکستان تأسیس داد. We need to take care of these animals. ما باید غم این جانوران، غم انسان‌ها و فقیران و جانوران را بخوریم، اما اینها حیوانند، سخن گفتن نمی‌توانند، برای همین باید به آنها کمک کنیم. حالا زیبا در یک پناهگاه موقتی با نام مرکز محافظت جانوران خوش‌طالع به سگ‌های بی سرپناه غذا می‌دهد و نگاهوبین می‌کند. ما باید احتیاط کنیم زیرا در اطراف جانوران بیمار می‌گردند، به دارو و درمان محتاجند. ممکن است کودکان را در کوچه بگزند. زیبا مسعود در نهایت به کالیفرنیا برمیگردد، ولی می‌خواهد مرکز را مردم محل نگه دارند. مردم میخواهند در اینجا کمک کنند، میخواهند غذا بیارند. زنهای زیادی برای این کارم به من احسنت میگویند، ولی من مهم نیستم. برایم شهرت و چیزی دیگر لازم نیست. دلم برای این جانورها میسوزد، میخواهم غم آنها را بخورم. سگ‌ها هم با او اظهار سپاس میکنند و با همین شیوهی که میتوانند.